مخاطبین از رسانه پشت ماجرای فیلم استاندار سابق یادتونه میگه که منم داشتونی رو های گلزار جابجا کرد. درود به مخاطبین عزیز، بنده امین فردین خوشحالم که به همراه تیمم بار دیگه با یک برنامه پشت پرده دیگه با شما هستم. امیدوارم که هر کجا این کره خاکی که هستید و صدا و تصویر من رو میبینید و میشنوید حال دلتون خوب باشه، جیبتون پرپول باشه و سالم و سرحال باشید. یه خبر عجیب و غریب، البته دور از انتظارم نبود، در رسانه ها منتشر شد. اون هم ماجرای پرداخت مهدی قائدی به همسر سابق خودش ستاره معصومی بود که ناقابل مهدی قائدی 120 میلیارد تومان مهریه پرداخت کرد. سال 2020 بود، یعنی 4 سال پیش ازدواج کردن و الان 2020، یعنی دستی چقدر سالی چقدر خیلی گرون. حالا اینا برش کنه. به حال مهریه رو داد و این خبر هم توی رسانه ها منتشر شد. یه مقدار راجع پشت پرده های این زوج جنجالی به شما بگم که خیلی از من سوال کردن که آقا ماجرای طلاق این دو نفر چی بود و ماشاءالله داره طلاق بین سلبریتی ها همین روزا میاد بیرون خبرهاش. البته قبلا هم من در خصوص این زوج افشاگری کرده بودم، ولی خب حالا یه مقداری بیشتر بهش میپردازم. کارما یقه مهدی قائدی رو گرفت. کسی که وقتی که اومد تهران جایی رو نداشت و رفته بود خونه یکی از دوستاشون، البته دوستشون هم نبود، یعنی خود اون مربی که بهش فوتبال آموزش میداد و با پسر اون مربی دوست شد و با هم دیگه رفتن بوشهر و اونجا تصادف کرد سال 1396 9 بهمن 96 و پسر اون مربی که مهدی قائدی باش دوست بود تو اون تصادف فوت میکنه. بعدش هم یه جریمه اون زمان 300 میلیونی میشه و براش زندان میپرن که البته زندانش رو با پول میخره، ولی خب بعد از اون دیگه پشت میکنه و همون خانواده‌ای که رفیق صمیمیش بود و فوت کرده بود نه بهشون کمک میکنه، نه بهشون زنگ میزنه، نه بهشون کار دیگه. یه مقداری که معروف میشه، وضع مالیش بهتر میشه، اون خانواده رو به یک باره فراموش میکنه. مهدی قائدی که حتی جا و مکان توی تهران نداشت بخوابه و شرایط مالی درب و داغونی داشت و این خانواده بهش جا و مکان داده بودن، و یک باره وقتی که وضع مالیش خوب میشه این خانواده رو ول میکنه. به هر حال کارما اینجور جا یقت رو میگیره. بعد از اون با یه دختری که تقریباً مهدی قائدی خودش متولد 1377 و 14 آذر 1377 با یه دختری که متولد 1367، یعنی ستاره معصومی آشنا میشه. 10 سال از خودش بزرگتر بود. یه شوگر مامی توپ پیدا میکنه و اون موقع ستاره معصومی وضع مالیش از مهدی قائدی بهتر بوده و مهدی قائدی هم میگه که خب حالا این طرف رو به دست بردم. ستاره معصومی که بعد میره دستکاری میکنه، با پول سنش رو کوچیک میکنه، خودش رو میکنه متولد 1370 71 اینطوری که حالا توی رسانه ها گفتن. ستاره معصومی که قبلا خودش منشی مطب بوده و منشی مطب زیبایی و خود دکتر باش دوست بوده و دندون مندونا و خلاصه همه چی رو میکوبه. اون عکسایی که میبینید اینجا هم عکسایی که اون موقع گرفته بوده. بعدش تبدیل میشه به یه دونه کیس که با مهدی قائدی ازدواج میکنه. به حال همه کاره مهدی قائدی بود. اما ماجرا کجا پیچیده میشه؟ این که مهدی قائدی به محض اینکه میره امارات و میره توی کشورهای حاشیه خلیج فارس فوتبال بازی بکنه، اونجا دیگه در و داف و زید مید و همه چی خوب بوده، خودشو گم میکنه و شروع میکنه دختر بازی کردن که این قضیه رو ستاره معصومی متوجه میشه و شروع میکنه امتیاز گرفتن از مهدی قائدی. نمیدونم آبروتو میبرم، نمیدونم از این کارا میکنم، عکستو پخش میکنم. شروع میکنه باج گرفتن از مهدی قائدی و بعد از اون میرسیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا یا رقابت‌هایی که چند ماه پیش در امارات بود، قطرش رو نکنم قطر برگزار شد. ستاره معصومی میمونه تهران و مهدی قائدی باش قهر میکنه. وقتی که مهدی قائدی میره قطر، اونجا 4-5 تا دختر هم با خودش میبره و شروع میکنه دختر بازی کردن. ستاره معصومی
برمیگرده قطر، مچشو با 2 تا دختر میگیره، دعوا و درگیری و نمیدونم گیس و گیسکشی دیگه نگم براتون، که این قضیه رو امیر قلعه نویی که خودش از همه اشری تره، که حالا بعداً راجع به امیر قلعه نویی براتون افشاگری میکنم که چه دختر بازیایی میکنه، کی براش اصلا دختر میبره و میاره و فلان و اینا، این قضیه رو متوجه میشه و مهدی قائدی رو البته با فشار حراست ورزش جوانان اجازه نمیدن که باش توی 2 بازی آخر بازی بکنن. از اون طرف به حال این موضوع داخل دیگه میدونی که خبرها هم اومد که قطریا چند تا از بازیکنای تیم ملی رو اصطلاحاً بهشون پول داده بودن که بد بازی کنن و ببازن و تو خبرها اومده بود. البته این خبری هستش که در رسانه اومده، ما تکذیب نمی‌کنیم، تایید هم نمی‌کنیم. البته شنیدم که نهادهای اطلاعاتی امنیتی ایران پیگیر این قضیه هستن، حتی میگن یکی از اون کسایی که پول گرفته بوده مهدی قائدی بوده، بیرانوند بوده، خود قلعه نویی بوده، نمیدونم چند تا دیگه از بازیکن‌ها بودن. البته این خبری هستش که اومده، حسین کنعانی بوده و گفتن که اینا پول سنگین گرفتن و پولاشون اونجا بوده. با رصد حسابای این افراد توی قطر به یک سری سرنخ‌ها هم رسیدن. حالا با اینا کاری ندارم. وقتی که صدای معصومی مچشو میگیره، خلاصه دعوا درگیری میشه. امیر قلعه نویی هم با فشار حراست میگه که آقا فعلا بهش بازی ندید تا قضیه مشخص بشه. بعد از اون ستاره معصومی عکساشو پاک میکنه، مهدی قائدی هم عکساشو پاک میکنه، میره پول میده به خبرگزاری ها. میدونید که ماشاءالله تو ایران هم خبرگزاری یعنی پولکی دیگه، شما یه چوسه پول بده، هر چی که دلشون بخوای، هر چی که دلت بخواد برات میزنن دیگه، یعنی سیستم اینجوریه تو ایران. یه پول میده و بعد از اون شایعی پیش میاد که آره ستاره معصومی به مهدی قائدی خیانت کرده و خیانت از سمت اون بود و نمیدونم یه اسم عجیب و غریبی هم در مورد مثلا کلکوپر هم با سام عسقری بوده، یکی دیگه میگه با فلان شخص معروف بود و یکی میگه او فلان فوتبالیست بود و مهدی قائدی مچش گرفته، در صورتی که کاملا داستان برعکس بوده و ستاره معصومی مچ مهدی قائدی رو گرفته بوده. این قضیه توی رسانه ها وارد شده. اونم تو رسانه هر کی که معروفتر و مشهورتر باشه و سلبریتی تر باشه، خبرها به سمت اون قش میکنه و مردم هم بیشتر اون سلبریتی رو دوست دارن و اون سمتو باور میکنن، نه این سمتو. تا بوده از قدیم الایام هم این موضوع بوده. بعد از اون ستاره معصومی دیگه چون تمام اموال مهدی قائدی هم به نامش بوده، اموالو به نوعی خیلی شیک و مجلسی و لاکچری میکشه بالا. یعنی مهریه مهدی قائدی اونقدر زیاد نبوده، ولی کل اموال مهدی قائدی اونجوری که گفته بودن 120 میلیارد تومان بوده. حالا در به در با حالا خایمالی شده یا هر چیز دیگه شده، میخوان این کارو بکنن که اموال رو ستاره معصومیه برگردونه. اما یه گربه از چی خوشش میاد؟ گوشت. الان گوشت دست گربه است و پول دست ستاره معصومی است. حالا بدو مهدی قائدی که بخوای به پولت برسی. اینم قابل توجه اون کسایی که گفتن مهریه رو کی داده کی گرفته، دقیقاً اون کسی که داده مهریه رو گرفته. اینو قانون یادتون باشه که هر کی اومد گفت کی داده کی گرفته، این جمله همین فردین رو براش تکرار بکنه. الان ماجرای ستاره معصومی هم همین شده و خیلی شیک و مجلسی اومده و مهریه‌شو از مهدی قائدی گرفته و یه مقدار بیشتری هم به اندازه کل اموال مهدی قائدی هم برده و یابم روش. آقا شما می‌خواستی اعتماد نکنی، به قول آلمانی‌ها زل باشول. حالا وکیلش هم و چند نفر دیگه اومدن این قضیه رو رسانه‌ای کردن و گفتن که آره نمیدونم اموال برده و از این صحبت‌ها، ولی که کسی که خربزه میخوره پای لرزش هم میشینه. مهدی قائدی کسی تویی که میای حالا خیانت میکنی، تویی که میای زنتو دور میزنی و از این کارا میکنی، حالا با بیرانوند خصوصا توی قطر دختر بازی میکردن و رامین رضاییان ستایی، اینا یکی بودن برای خودشون دختر بازی میکردن، تو دایرکت این اون بودن و ما دوست دختر هم داریم توی قطر و اونا برای من تعریف میکنن که بازیکن‌های تیم ملی تا 3 و 4 صبح قبل از بازی ها تو دایرکت اونا بودن. یعنی بابا شما که این پول دارید خب دیگه اینقدر نباید حول بازی در بیارید که. به هر حال این شده کل ماجرا و داستان مهدی قائدی که البته بیشتر من خواهم گفت. این نکته هم بگم که قراره به زودی افشاگری بکنم راجع به مافیای فوتبال و افرادی که در پشت پرده فوتبال هستن و چه جوری دارن حتی بازیکن میچپونن به ترکیب تیم ملی. افراد پرنفوذی که در باشگاه‌های بزرگی مثل استقلال و پرسپولیس، علل خصوص تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان دست دارن. یعنی به صورت یک باندن طرفداران این تیم‌ها
منتظر باشن، براشون افشاگری داریم و ببینید که چه بلایی این افراد دارن سر تیم ها میارن و چه افرادی در پشت پرده دارن بازیکن جابجا میکنن و راجع به پشت پرده این افراد به زودی برای شما افشاگری خواهیم کرد و دستشون رو براشون رو خواهیم کرد که چه جوری با خبرگزاری ها، با بسیاری از رسانه ها ارتباط دارن و چه جوری یه بازیکن رو میبرن بالا، یه بازیکن رو میارن پایین و اصطلاحاً مافیاگری میکنن، نتایج بازی ها رو حتی جابجا میکنن که دستشون هم یه مقداری با سایت های قمار شرط بندی هم توی کاستی هستش برای جابجایی نتایج مسابقات فوتبال. مرسی که تا این لحظه با ما بودید. حتما کانال یوتیوب برنامه پشت پرده رو سابسکرایب کنید، ویدیو رو لایک کنید و برای دوستان خودتون به اشتراک بذارید. ممنون از شما.